قراره که آبی ترین روز زندگی ما ستا باشه و 24 ساعت تماما با رنگ آبی زندگی کنیم. چرا آبی آره؟ این همه رنگ داریم. به خاطر اینکه خانواده‌مون 30,000 تایی شد و من تصمیم گرفتم برای خانواده‌مون که قرار روز به روز بزرگتر شه یه اسم انتخاب کنم. اسمشو گذاشتم ارتش آبی. ولی برای اینکه بتونیم ارتش آبی رو به ثبت برسونیم باید 3 تا چالش رو امروز 3 نفری با هم انجام بدیم. به خاطر همین چالش اولمون اینه که بریم لباسای آبی بخریم و خودمون رو تماما آبی بکنیم. بزن بریم لباس آبی بخریم. اوکی بریم. میخوام واسه تیشرت آبی بخرم. این سفید رو از این چه قشنگه. 3 تا تیشرت آبی می‌خواستیم. خب من انتخابمو کردم. جردن خیلی بزرگه. اوکی داش من میپوشم. جردن لشو تو میپوشی. آریان هم انتخابش کرد. من سلیقه‌م سخته. شما نظر بدید. بکن منظورشون سلیقه‌اش بده. کدوم؟ اون؟ این یا این؟ 100 به تو این میاد. جدی؟ آره منم احساس میکنم یقه داره به بابک میاد. پس من و بابک بریم اتاق پرو بیاد. یه مشکلی هست که بازیکن چلسی شدم. خوبه دیگه. این اندازه بابک، این اندازه بابای بابکه. هیچ تیشرت آبی کوچیک‌تری ندارید؟ اون یکی کوچیک‌تره بود. اون چیه دست تو آره؟ مال خودمه. بده ببینم لازم. مال خودمه. بد میدم. نمیدم. بده. مال خودمه. لارج. مرسی. بعد ویدیو ازت میگیرم. خیلی سایزته این. اصلا برای من ساخته شده اینقدر سایزم. بچا تیشرتمو برد. یه عیره دیگه داری؟ بزرگترش بده به خودم. بزرگترینش بده به خودم. خب دیگه بس دیگه بگیرینو. نه دیگه نمیتونی چیزی که من یه بار پوشیدم نمیتونی. الان برگشت گفت من بهت میدم. آقا بذار بپوشم. نه نمیشه اینو. نمیشه. اصلا اجازهش نداری. اصلا اجازهش نداری. شما راه نداری. یه کلاه آبی می‌خواستم بگیرم. اصلا بهم نمیاد کلاه. آره ببین به تو میاد. ببین خوشگله ولی حق نداری اینو بپوشی. این چیه دستت؟ داداش من تو پرو فدا کردم. مشتری قبلی پوشیده بود. من یادم رفت از پرو در بیارم. خیلی باحال بود اون. با این بیا. اونو بپوش ببینم اون چیه. ببینم ترشو ببینم. خب تراویس اسکاته. خیلی باحاله این بابا. تو چرا بر نداشتی تو اون پرو بودی؟ اصلا ندیدم اونو. حاجی چقدر بهش میاد. چقدر بهش میاد. چرام در حال داشت من رپرم. عشق داشت. آره من شاید درکی. نسخه ایرانی درکم. الان بیا این از ستامونو. تراویس اسکات داری دیگه. خدای خوب شد. کلا رو میخوای تو؟ بهش میاد. آره. کلا رو واسه آریان میگیریم. آقا چالش اولمون با موفقیت تموم شد. خیلی جذابی. خیلی جذابه. خیلی جذابیه. مثلا این پشت تیشرتت انقدر خوشگله که عشق من اینجا اصلا حواسه نبود با مارک همینجور راه انگار نه انگار. خب آقا حالا که همه لباسامون آبی شده میرسیم سراغ چالش دوم. بعد بریم آبی ترین پیکنیک دنیا رو با هم دیگه بگیریم. یعنی باید بریم تمام غذاها تمام خوراکیایی که آبیان رو توی پیکنیکمون استفاده کنیم. داداش غذای بدون آبی کم جوجه داریم. نمیشه. یه پیکنیک که جوجه داشته باشه، ماست داشته باشه، چلو داشته باشه، همه به رنگ همه آبی. اینا رو میخوای آبی بیاری. حتما عمرم بتونی. با استفاده از محلول سری ارتش آبی که هر یه قطره‌اش میتونه یه دنیا رو آبی بکنه. بریم همه خوراکیایی که میخوایم برای پیکنیکمون رو بخریم و با محلول سری همه رو آبی بکنیم. بزن بریم خرید. بچه‌ها چالش شما دوتا اینه که هر چیزی که آبی بود رو پیدا کنید بریزید این تو. نه حالا پوشک نمیخواد. نه خود آریان هم توش نمیخواد. همه خوراکیای برای پیکنیک ولی آبی. آره خوراکی پیکنیک آبی. هر چیزی هم آبی نبود به من بگید با محلول سری آبی میکنم. خاویار. نه خاویار آبیش هم هست. زغال آبی بگیر. آتش بزن به مالت. آتش زنه آبی هم بگیر. بزرگ بگیر. کارمون میاد مگه. الان چیکار کردی آریا؟ کیفیتش سنجی. نمیدونی این چیزا رو؟ واقعا کار نکرد. نکرد. یا کم. بهداشت یکی از مهمترین چیزهاست. بچه‌ها می‌خریم. اسپری الکل آبی. بچه تا الان هیچ چیزی از چیزایی که خریدید خوراکی نبوده. خوراکی نبود الکله؟
براتون بازو زعفرانی و بال زعفرانی چی؟ فقط زعفران. فقط آبی نیست که نیاز نیست بهتون دوباره یادآوری کنم که اینم آبی میشه. چیه بعدش؟ آقا مرتضی مگه داوود نی؟ از اینا هم برداشتیم بریم حساب کنیم بریم سراغ پیک. به ستونای ارتش چیز گرفتم سفره فندی آبی گرفتم تا بابک منقل و زغالا رو آماده میکنه من واسهتون یه سفره تماما آبی درست میکنم. خوشمزه ترین دسر هم اینجاست. خب بابک پاپ کورن نمکی، آب سودای آبی قاشق شنگالی دیگه. دست یه غذا نمیخوره. نه یه دوغ داریم بچه‌ها. قسمتایی که بعد من محلول اسرارآمیزمون درست بکنم اون بذاریم. یه دونه نوشیدنی آبی داریم. پاستیل آبی داریم. یه دونه نوشیدنی آبی من داریم. حتی زغالم آبی گرفتم آقا بابا. یه دونه نوشیدنی آبی. خب بچه‌ها ببینید ماشین اصلی پیکنیک چیه آقا؟ جوجه است. بله. قلیون مراسم آبی کنونه. آبی کنونه. ببین شما برو دیگه تو کار زغال. وایسا. بچه‌ها همیشه دستتون رو این ماست دیگه درسته؟ خب ماست. ویدیو ببینید بچه‌ها قرار ماجیک کنه واسهتون. خب اینجا رو نگاه کن فقط. اونو نگاه خوبی؟ برو باشه. ماستو میگیری آریان؟ بله. نگاه کنید فقط. ریدم. چرا اینجوری میریزه رنگش؟ ریدم. خیلی هم ریدم. بذار اینو درست کنم. نگاه کن آریان. چرا داره آبی میشه؟ ماست آبی کردم. بذار یه لحظه اینجا یه خورده از این ریخته. بریزم این تو. به نظافت حرف اولو میزنه بچه‌ها. من دستامو شسته بودم. یه خورده محلولمون زیادی قویه. اگه دست میزنید بهش باید مواظب باشید که قطعا جزء این ارتش هستی. چرا بنی که داره اینجا آماده میکنه محصولو. ماست آماده کردم. دوغم آماده کن. دوغ خیلی سخت. نه اونم بیا آسونه. دوغم آماده کنم. میشه درست سر بریزی؟ همش رو ریختی؟ همش نریختم ولی آره همش ریختم. متاسفانه دوغمون خیلی دیگه چیز شده قطعا. یه دقیقه تکون ندادی اینجا رو نشون بده. دست بردار. هم تکون نده آبی داره میشه خودش. بچه‌ها محصول جدیدمون برای خرید به سایت یه لیوان بده. چقدر کار سخت هم من میخوای. خب اینم دوغمون واقعا چه مزه‌ای شده. خوشمزه است. نیاز به پاشید بریم من یه تست از بابک بگیرم. آقا بابک دوغ آبی بخور شما. بخور ناموسن. آقا آریان شما بخور. قطعا یه مزه رنگی میده. بخور. مزه رفاقت میده. مزه مروت. مزه سابسکرایب میده. خوشمزه. لایک یوتیوب میخواد. حقیقتا نگران جوجه ها. او جوجه هم میخوای رنگ کنی؟ بله جوجه هم میخوام رنگ کنم. جوجه رنگی مگه تا حالا نخوردی؟ نه آجی. فندک بیا. فندک داری؟ تا داری باز میکنی. بابک چه خبر اونور؟ به به. آقا ببین ما جوجه رو داریم. ماستو که درست کردیم. دوغ هم درست کردی داداش. درست کردیم. خب جوجه‌مون مونده که باید آبیش بکنیم. این جوجه آبی نمیکنه. همه چیز آبی میکنه. چه معلولیه آجی. اینم برنجمون. اینو نگاه کن. شما اینجا رو نگاه کن. واقعا داره رنگ عوض. تتو داداش. اینم جوجه آبی. میدونی شبیه چی شده؟ اون ترشا خورده بودیم چیپسایی که آره آفرین. رنگ اونو گرفته آجی. برنجم به به. تمیز دست. بهداشت. تمیز دست. حرف اول رو خواهد تمیز دستم. فقط اون لایه‌ای که تو دستته چیه؟ سمت راست انگشتات اینجوری آویزونه. این پیاز. فلفل منظورته. پیاز. اینم از این. آقا الان همه چیز آبی هست یا نیست؟ بله. پس من اینا رو سیخ کنم بدم بابک بعد شروع کنیم به خوردن. سیخ بزن داداش. آره سیخ بزنم. سیخ نکنم. قبول داری خوشمزه ترین قسمت مرغ بال و کتفشه؟ 100% داداش. اصلا ببین خوشمزه تر از بال و کتف نیست. به خاطر همین منم بال و کتف گرفتم. آجی واقعا رنگش جذابه. چیزه نظرمه سال دیگه تا این موقع ایشالله اگه 100K شده باشی مناسبته. وایسا چندم بابا؟ 29 اینجا داره. 27 فروردین میشه روز ارتش آبی. سال دیگه این موقع اگه زنده بودیم قرار میذارم بچهای کانال و کلا فنا رو همه رو جمع میکنیم غذای آبی میدیم. کلا غذا آبی. سال دیگه این موقع هر چند نفر اومدن پیتزا آبی میشه. همه چیز آبی درست میکنم میرم. سال دیگه این موقع
پایم. چرا این ایده رو دادن؟ الان داداش میدونی چقدر دهنمون سرویس میشه؟ اصلا پشیمونم. این قسمت رو نزن. گوشم کر شده آقای حمایت. صدای شما رو خیلی به زحمت میشنم. بچه اینجا کتف و اینا رو ببین دایی. ماست دوغ که جاتون خالی ها. من جای همه شما میخورم. بالو کتفو. بنیامین رو داریم که اینوریشو دستاش سعی میکنه پاک کنه. اینقدر قویه این عنصرش که نمیره. بابک هم که داره اونجا زغال آماده میکنه. که آماده بشید، غذا آماده شد دیگه. براتون ویدیو. بچه تا بابک داره جوجه ها رو میاره، من دوغ واسه همه بریزم. دوغ آبی. به به داداش چه رنگی داره. چقدر غلیظ آبیش. خیلی خوبه. ولی اینجا هم چیدیم. به آقا مرتضی. اینم دوغ برای شما. آقا بیا ببین چی چوخیدم براتون. بیا بالا چجوریه؟ به تنها سختی کار میدونی چی بود؟ چی بود؟ نمیتونستم تشخیص بدم پخته یا نه. همش یه رنگ آبیه. الان اگه سوخته باشه چی؟ بده یه دونه بخورم ببینم. یه کم به سوختگی بزنه به خامی بهتره نه؟ 100%. آقا مراقب باش. وضعیت عجیبی خوشمزه است. انتظار داشتم فقط خوشگل بشه واسه ویدیو، ولی خوشمزه هم است. خدا وکیلی از دفعه قبلی که اومدیم پیکنیک جوجه‌اش خوشمزه تره. واقعا. دفعه پیش فقط منم که بلدم اینجوری بال بخورم. کتفه. بخور. اون بال. بخور دیگه. خب آقا چالش دوممون هم تموم شد. تونستیم یه پیکنیک کاملا آبی رو انجام بدیم. حالا فقط میمونه یه چالش که روز آبیمون تموم بشه. بازم چالش شدیم؟ بله بازم چالشه. شما دارید هنوز میخورید نه؟ خوردنتون کی تموم میشه؟ یه ساعتی. بچه چالش سوممون خیلی راحت تره. فقط یه کار مونده بکنیم بعدش امروز به عنوان روز آبی تموم بشه و ارتش آبی رو رسما ثبت بکنیم. خیلی راحته. باید به هم دیگه دست آبی بدیم. بعد دستمون رو با محلول آبی بکنیم و بعد به هم دست بدیم. دست خودتون نگاه کردی؟ رنگش نمیره. پاشید ببینم پاشید. الان یه قطره بریز اینجا. یه قطره. بیشترم نه. اینجوری قطره سس مگه داری میریزی؟ بریز. بلوپ. بچه‌ها آریم بلد نیست حتی یه قطره از توی این جوهره بریزید. دستتون اینجوری کنید. حالا دست بدید. آقا دستاتون نشون بدید. رأی ما آبی. 24 ساعت کاملا آبی بودیم. بچه‌ها مرسی که خانواده‌مون رو 30000 تایی کردید. منم به خاطر اینکه خانواده‌مون 30000 تایی شده بود رنگ آبی رو خیلی دوست دارم. به خاطر همین تصمیم گرفتم اسم خانواده‌مون رو بذارم ارتش آبی. خیلی دوستتون دارم. تا حالا توی دوربین باهاتون حرف نزده بودم. دوست داشتم یه خورده بیشتر باهاتون حرف بزنم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که واقعا تو زندگی من هستید. اینقدر ویدیوها رو دوست دارید. من هر ویدیویی میذارم رنگش خوب میشه. یک تا سال نمیدونم میدونید رنگ چه یا نه. معمولا وقتی ویدیو خوب میشه رنگ خوبی میگیره. باورم نمیشه که اینقدر ویدیوهای من رو دوست دارید و همه ویدیوها رو حمایت میکنید. کلی کامنت میذارید واسه من. تک تکتون رو دوست دارم. منم قدر همه خوبی‌ها رو میدونم. بهتون قول میدم که روز به روز ویدیوهای بهتری بگیرم. کلی ویدیوهای خفن قراره بیاد. مطمئنم خوشتون میاد و به زودی کلی سورپرایز دارم. قراره کلی ویدیو و چالش با یوتیوبرها و شما بگیرم که مثلش تو یوتیوب فارسی ندید. خیلی دوستتون دارم. بلو آرمی فوراور.